با سلام مجدد. در قسمت تعصیب پلپ شما در این سلاید میبینید که یک اندازه گیری شده، یک تحقیق شده که تعداد الیاف حسی میالیندار و بدون میالین در حیوانات مختلف، در انسان، در پشک، در سگ و در دندانهای مختلفشان اینجا دیده شده که تعداد الیافشان در اینجا تذکر داده شده که نشان دهنده حساسیت دندانها در مقابل تنوعات دردناک است. اکسون های پلپ دارای یک تعداد مشخصات است که یک تعداد الیاف حسی افرنت کولینرژیک هستند، دارای قطر بزرگ و کوچک، یعنی دارای قطور متفاوت هستند. و یک تعداد الیاف حسی کوچک افرنت است که سابستنس پی افراز میکنند. اکسون های میالیندار سمپاتیک است که دارای مواد نارپینفرین یا انتستاینال پپتاید و یا هر دویش دارند. همچنان الیاف حسی پلپ دارای یک تعداد مواد دیگه هستند که به نام کلسیم جین ریلیتد پپتاید نامیده میشه که از طریق پلپ وارد کانال های دنتین میشه و در قسمت کلسیفیکیشن دنتین بسیار تاثیرگذار است. در این سلاید یک تعداد تصاویر است که شما میبینین تشعبات عصبی را که از پلپ به طرف دنتین نشأت کرده. خود دنتین فاقد الیاف عصبی است، اما قسمتی که دنتین با پلپ وصل است یک تعداد نهایات عصبی فری اندینگ با اونجا وصل است که با کانال های دنتین ارتباط داره و از طریق کانال های دنتین امواج الکتریکی، تنبهات حرارتی و جریان مایع سبب جریان سیاله ها به طرف پلپ و سبب احساس درد در دنتین میشن. در این سلاید یک تعداد اصطلاحات گفته شده که اکیوت پین به درد شدید، درد حاد، درد سریع، به نام شارپ پین، اکیوت پین هم گفته میشه. شما میدونید که درد خودش یک مکانیزم محافظتی بدن است که سبب مراجعه انسان به دکتر میشه، سبب این میشه که انسان و یا حیوان در صدد راههای بیفته که سبب کاهش درد و یا از بین رفتن درد میشه. میتونه درد با زایین از چی باشه و یا بدون زایین از چی باشه. اصطلاح دوم کرونیک پین است که به نام کرونیک پین به نام درد بطی یا سلو پین هم یاد میشه، به نام درد مزمن هم یاد میشه اما دوام طولانی داره. هایپرالژیا حس بیشتر درد، یعنی درد بیشتر از آن چی که هست احساس میشه. پین اینترنامیک سندروم درد وجود داره اما بدون اینکه منبه وجود داشته باشه. فانتوم پین درد در جایی است که وجود نداره. به طور مثال یک پنجه کسی قطع شده، دستش قطع شده اما میگه دست درد میکنه. درد در ساحه است که درد او ساحه اصلا وجود نداره. الودینیا احساس درد در اثر عواملی که در اثر اصلا تولید درد نمیکنه، مثلا آب گرم، آب شیرگرم، مثلا لباس. ریفرد پین درد در ساحه دورتر از محل درد، مثلا درد اپندکس در ساحه پیدیکستریک احساس میشه، درد قلبی در ساحه دست چپ و یا کتف احساس میشه، یعنی دور از منشأ درد. سوماتیک پین درد که در ساحه جلد و یا ساحات قسمت دیستل بدن احساس میشه. ویسرال پین درد احشا است که بیشتر خدمتتان تذکر دادم که درد ساحه کبدی، درد دماغی، مثلا درد سردردی هایی که از سبب تخریش سحایای دماغ به وجود میاد. هیمگنوزیا یعنی ناتوانی در احساس در نصف طرف که در سکته های دماغی بیشتر معمول است. و ترایجمینال نفرالژیا یا نیورالژیا که درد یک طرفه وجهی است، درد بسیار شدید، درد که شبیه سایه قوی را به نام درد سایه قوی هم میگن که در شعبات از ترایجمینال به وجود میاد که بسیار آزاردهنده و عموما یک طرفه است، در اثر جویدن، صحبت کردن و یا روی شستن و یا پاک کردن روی، خشک کردن روی به وجود میاد. یک درد بسیار شدید و طاقت فرسا است.